چطوری داداش؟ الحمدلله خدای چه شکر. خبر؟ لا اله الا الله. چیه باز لا اله الا الله؟ خواهر من مگه من 100,000 بار به شما نگفته بودم با این ریخت و قیافه کذایی بیرون نیاد؟ چه خیلی هم مرتبم اتفاقا خیلی هم شیکم. لابد دوباره رفته بودی تو اون مکان الفساد تئاتر. چرا میفهمی چی داری میگی؟ حرف دهنتو نمیفهمی ها. اونجا محل هنرمنداست نه فساد. استغفرالله. بابا استغفرالله استغفرالله الحمدلله. حیا کن تو خواهرم. حیا یکم حیا کن. کن. تو ببین ارسامو زدی تو گوشش فکر کردی خرم نمیدارم باید حرف میزنم. گوش کن ارسامو زدی تو گوشش. من اتفاقا خیلی هم زود خبردار شدم. ولی کجا فرار میکنی؟ الانم میخوای منو حبس کنی تو خونه؟ آره نه آقا جون از خبرا نیست. کور خوندی. خواهرم من به شما گفته بودم زمانی استتون رو میدم که شما دیگه پاتون رو تو اون مکان الفساد نذارین و درست بگن. به تو چه ربطی داره؟ من داداش بزرگتم، کاملا به من ربط داره. تا زمانی که اینطوری میگردی و پاتو تو اون مکان آلوده میذاری دیگه برادری به اسم شهرام نداری و برای من مردی. پاتو خونه نذار.